من کوتاه سوال میدهم با دو وریانت اما شما باید یکی اش را انتخاب کنید. میتوانید که وریانت انتخاب کردهتان را شهر دهید، میتوانید که تنها انتخاب کنید شهر ندهید. اما من کوتاه سوال میگذارم میکنم جواب گفتن وابسته به ذوق خودتون که جواب درست کوتاه میگوید شما هم که درست. خب اولین سوال صنعت یا عائله؟ هر دو. اگر یکی می بود البته عائله. خب دیدید بیننده های عزیز در جامعه سنتی تاجیکی از همه چیز عائله مهمتر و مقدس است و ولی جان هم به عائله ارج میگذارن. خیلی من فکر میکنم که جواب عالی بود ولی جان. تشکر. توی یا اینکه کنسرت؟ هر دو. خب مخصوص ما همین گونه سوال ها رو واگذار کردیم که ولی جان انتخاب کنن و بوری هم باشد اندیشه کنن که واقعا اگر همه خیلی انتخاب می بود کدومی رو انتخاب میکردم گویم. خب توی یا کنسرت ولی جان؟ هر دو. خب بیاید من شما رو غم نمیدم اما بعد باقی مانده‌هاش یکی اش رو انتخاب میکنید. خلی جان یوسفوف یا انور احمدو؟ هر دو. خب کلیپ یا کینو ولی جان؟ کلیپ. خوجند یا دوشنبه؟ هر دو. خب باشد اما یکی با این سوال یکی اش رو انتخاب کنید میشود. من فکر میکنم که گیتار یا اینکه رباب؟ گیتار. نگاهی نو یا نگاهی دیگر؟ نگاهی نو. خب ادیبه یا فرنگیز؟ این سرودهای شما است. با نام همین گونه سرود دارید شما. ادیبه. چرا ادیبه؟ او موفق تر شدگی است. اون سرود موفق شدگی. خب من فکر کردم که عشق جوانی ولی جان باشد. درباره سرود گاو سرود موفق شدگی است. پس دوام میدیم. جدایی یا گریه مکن؟ گریه مکن. خب و آخران سوال ما بلیت یعنی پرسشی کوتاه هست. شب یا اینکه روز ولی جان؟ البته به هر دو کدامش رو بیشتر دوست می‌دارید؟ به هر دو نمی‌شود البته قانونی طبیعت است اما کدامش رو شما بیشتر دوست می‌دارید؟ بعضی حالات میشد که شب رو دوست می‌دارم، بعضی حالات میشد روز. این خیلی انسان واسه با کیفیت طبیعت بله البته از کیفیت و از طبیعت انسان وابسته است. فهمم. ولی جان خب اینجا سوال‌های ما به انتها میرسد. ما شما خیلی غم دادیم دیگر ادامه نمیدیم غم دادن رو اما یک خواهش است. رپ یا اینکه رباب؟ رباب. شما میتوانید که شهر دهید که چرا رباب یا اینکه من سوال رو کوتاه برای شما واگذار میکنم. شما میتوانید که تنها انتخاب کنید و میتوانید که انتخاب کردهتان رو شهر دهید. خب سوال دیگر. شهر دیگه رباب؟ رباب. چرا رباب؟ من بسیار آوازی رباب رو دوست میدارم. من خودم میخوام که رباب رو یاد گیرم. فهمم. بهترین. پول یا شوهر؟ مبلغ یا شوهر؟ مبلغ. چرا؟ چون که اگر مبلغ باشد من میتوانم به خودم خانه گیرم. شوهر گیرم. شوهر خودش بیاد میگه. شوهر خودش میگه. تمام. تشکر که بی پرده جواب میگید. مهربان. نه اگر شوهر گیان شاید که شوهر میخواد باشد که یگون چی پول باشه. نه. میشود میخواد و که شوهرشون بی‌برار یگونجا کار نمیکند دوست داشته میرسن و خودشون عذاب میکشن دخترها. شما نمیخواید که من نمیخوام که بله عذاب کشم. عذاب کشیدن بسیار عذاب کشیدن هیچ کس نمیخواد اما دوست داشته اولاد شدن رو میخواید میتونید؟ بله. اگر والدینتون راضی نشون چیکار میکنید؟ اگر والدینم راضی نشون باقی نیست چون که با انتخاب آنها راضی میشن. بله. تشکر. بهترین. خب تالاری حسن یا تالاری ورزشی؟ تالاری ورزشی. بهترین. بخیلی یا حسد؟ هرش یک. یعنی شما هر دوش رو نه. خب کدامش بیشتر بد؟ بخیلی کنم بهتر. من مثلا مثلا یگون کس یگون چی خرید نه یا یگون کس به یگون چی تیگه دیگر بخیلی کردن ندی هم بهتر تو وای خیلی خرید سوما نخریدم تا حسد بردن ندی هم بهتر. فهمم. دل یا عقل؟ یا هر دو. اگر یکی میبود شما عادتا کدامش نزدیکتر است به شما؟ عقل نزدیک است. به من نزدیک نیست. اما سخت بخواید که نزدیک باشد. فهمم. شما دل نزدیک هستید. شما آدم احساسی هستید. بله. فهمم. یعنی که آن چیزی که دلتان میخواد تمام را میکنید. خب به این هم بد نیست زیرا که واقعا وقتی که
روزانه تمامی گویم که عضوتان کار میکند شبانه دم میگیرد اما دلتان دم نمیگیرد دلتان کار میکند باید گوش کرد اما گاه با عقل نیز باید گوش کرد این خیلی چیست خب تیرماه یا تابستان دیگه بود تیرماه چرا تابستان هم دوست می‌دارم چون که هم میوه ها تابستان بیام هست تیرماه بیام یگل میوه هست شما خوردن رو دوست می‌دارید عموما از آغاز صحبت معلوم شده است که شما خیلی خوردن رو دوست می‌دارید نه من خوردن رو دوست نمی‌دارم لیکن میوه ها رو دوست می‌دارم فهمم به خاطر چی میگم از گویم که حالت جسمانی شما من فکر کرده ایستادم که شما در رو 2 روز یک مرتبه خوراک می‌خورید شما فقط در واسه با خوردن نرفید لیکن فقط کسانی که من تو از نزدیک می‌بینن میگن که شما معده چه بودی دو قوه تلویزیون بکلان شما یه خراب شدید نمیگن من میگم نه تلویزیون خودش میخواد شما میدی فهمم حالا دلتون گرسنه نیست که نه فهمم بهتره خب سامسونگ یا اپل سامسونگ بهتر خب دلار یا یورو دلار باشد هیچی دلار باشد هم میشوند بله. کجان یا پنجکن سوال جدی پنجکن فهمم نگاهی نو یا نگاهی دیگر نگاهی نو خب باشد اورا نگاهی نو اگر نگاهی دیگر میکردم من میگم که غمگین نمیشدم البته که بلیت آخران گویم که قسمتی سوال گذاری بلیت است من سوال‌های خیلی کوتاه میدم با دو نمودی واریانت شما یکیش رو باید که انتخاب کنید اما یکیش رو باید که انتخاب کنید نمیدونم که تا کجا سوال‌های من برای شما پسند میاد یا نمیاد لیکن از دلی صاف سوال میگذارم خب اولین سوال اویلا یا اینکه صنعت اول کلمش اویلا صنعت خب یکم اویلا گفتند خب یعنی برای هر یک نفر من فکر میکنم که اویلا عزیزتر هستم خب غالب جان یوسفوف یا ولی جان عزیزوف همین سوال رو انور احمدوف یا غالب جان یوسفوف من واگذار کرده بودم با ولی جان عزیزوف نوبت شما غالب جان یوسفوف یا ولی جان عزیزوف از راستی چی گویم هر دوشان هم انسان هم صنعتکاری بهترین هستند فهمم خب باشد یکیش رو گذشت میکنیم اما با باقی مانده سوال ها من خواهش میکنم که یکی رو انتخاب کنید مبلغ یا موفقیت موفقیت شب یا روز شب سوال جدی باز یک سوال جدی توجه کنید یکی رو انتخاب کنید توی یا اینکه کنسرت توی باز هم بی پرده جواب بدید مخلصان عزیز خب برکت میدیا یا جی ام کمپانی این دو شبکه یوتیوب است خب یک سوالای بسیار عجیب و این رو مخصوص من آماده کردم میدونید برای چی همه کلیپ های انور احمدوف رو من در گویم که یوتیوب کانالی برکت میدیا شده بودم نو ایجاد میکنم حتی وقتی که با گوگل هم جستجو کردم انور احمدوف برکت میدیا رو برای همین من سوال کردم که برکت میدیا که جی ام ما چندین سال اینجا با برکت میدیا همکاری داره برکت میدیا رو انتخاب میکنم البته با جی ام کمپانی به فعل همکاری نکردیم لیکن البته در نقش داریم که همکاری نمایید فهمم تشکر لباس رسمی یا اینکه ورزشی شما کاستیم یا اینکه ورزش با من آزادتر ورزشی فهمم فیسبوک یا اینستاگرام آش یا قروتاب آش پهلوی خوجندی خب خیلی کم مونده است و وقتی برنامه ما اینجا بلیتس است بلیتس یعنی پرسشی کوتاه هست بدون نمود جواب من برای شما سوال واگذاری میکنم کوتاه شما یکی رو انتخاب میکنید حتما یکی رو خواهید شرح میدید نخواهید تنها انتخاب کنید برای من کفایه است و بعدا باز ادامه میدیم خب بلیتس عشق یا کار آرزو یا هوس نادرست شد عشق البته برای کار کردنم عشق در کار کو فهمم خب قبلا عشق بود آرزو یا هوس آرزو البته تلویزیون یا یوتیوب زیبایی یا جوانی زیبایی البته اینترنت یا کتاب در اینترنت هم کتاب هست اینترنت خب انتظار میشوم یا منو دریا انتظارت میشوم یا منو دریا خب شناوری یا دویدن صحنه یا اویلا
Oila. Хонаи ҳавлӣ ё хонаи баландошона? Баландошона. Хуб, охирон суоли мо даҳум яъне ки блиц. Мо нигоҳи нав ё нигоҳи дигар? Нав албатта. Нав. Аз мо. Ташаккур.